2 تا قاب کاستوم کرده واسم. خیلی خواهش میکنم. ممنون بابت طراحی زیباتون. خیلی خوشگله. ممنون و مرسی بابت این نقاشی قشنگ. توی این ویدیو قراره این 100 تا قابو روش نقاشی کنم و بدم به سابسکرایبرام. ویدیو قرار نیست ویدیو نقاشی خوش‌حالی باشه. قراره 2 تا از این قابا رو به علاوه این کتونی کاستوم کنیم، برای کیودی پای بفرستیم و ریاکشنش رو تو ادامه می‌بینید. پس بدون معطلی بریم سراغ آنباکس. منم امیر توانگر، قلم مثل اسلحه، هر خط که میزنم میتره کونه ثبت صحنه. همین اول کار برای اینکه بدونم مدل گوشیاتون چیه، یه شورت ویدیو توی یوتیوب درست کردم و گفتم بچه‌ها یه قرعه کشی خفن داریم که احتمالاً خیلیاتون توش برنده میشید. برای شرکت داخلش کافیه که مدل گوشیتون به علاوه شهرتون رو توی کامنت ها برای من بنویسید. بعدش هم رفتم سراغ اینستاگرام و همون رو روی اینستاگرام استوریش کردم و شروع کردم به طراحی ست اول قابا. اولین قابمون که تازه اسکچش زدیم پایین میگیرمش که معلوم بشه طرحش. خیلی قراره ادامه دار باشه و چیزی نمونده، فقط 99 تا و نصفی تقریبا مونده. Got on my knees, I started to pray. Now I'm breaking bread with my young vet ways. You was a part of the gang. No, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right out, getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right, I push the. حالا اینجاست که میگن بازی ادامه داره. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that gotta stay away from all your games, yeah. I know that حالا که ست بعدی قابا داره کم کم تموم میشه، وقتش که یه تعدادیشو به کسایی که گوشیشون کامنت گذاشتن بدیم. شما برنده یک فقره قاب شدید از ما. شما برنده یک فقره قاب گوشی نقاشی شده شدید. خیلی خوشگله. ممنونم. خیلی قشنگه. آخه دستتون در نکنه، چقدر خوشگله. بعد از چند تا هدیه کوچولو برگشتیم استودیو. اینم از کتونیایی که ازش صحبت کرده بودم، بنداشو در آوردم آماده نقاشی. اینم از اون 2 تا قابی که گفتم بریم با هم بازشون کنیم، چون اینا رو به صورت ویژه میخوایم کادو بدیم. But we got sticks for real. We looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like 1,000 tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All I know ball hard. Mama told me, boy, make sure you tie up your legs. طرح‌هایی هم که برای 2 تا قاب کیودی پای در نظر گرفتیم، یکیش طرح لاین گنگ و یکیش لوگوی خودشه. راستی بچه چالش 5000 نفری شدنمونه که فراموش نکردید. قرار هر وقت به 5000 نفر سابسکرایبر رسیدیم 3 تا آیفون 13 رو پشتش نقاشی کنیم و کادوش بدیم به سابسکرایبرها. پس اگر این ویدیو رو دارید میبینید و به دوستاتون پیشنهاد ندادید یا کانالمون رو ساب نکردید، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید.
در انتها هم رفتیم سراغ فیکس کردن کارمون و گذاشتیمشون تا خوش بشه و تا زمان خودش رو طی کنه نوبت ادامه 100 تا قابمونه. زار کوکا یوتیوبم پر از کار بیا ببینم با ما بگو کجاست مرز من مرزا رو شکستم از خیابون تا بازار رو همه ها اثر گذاشتم یه امضای طلایی همه کارام پرچمه دنبال یه خلاقی اسمم همون که لازم من یه خلاق دیوانه مغزم روی آتیشه هر چیزی که بکشم یه بیزنسه که میپیچه از کفش تا خیابون پارچه تا ایده امیر توانگر. بعد از کلی رنگبازی و نقاشی و طراحی و اسپری زدن لحظه‌ای که دنبالش بودیم فرا رسید و این هم نتیجه کارمون. در نهایت هم داخل هر قاب یه دست نوشته گذاشتیم و آماده ارسالشون کردیم تا برن پیش صاحباشون. سلام، ممنون بابت قابی که برام فرست. ممنونم از هدیه قشنگی که برام فرستادین. دادین خیلی قشنگه و مرسی بابت این نقاشی قشنگ. خودم واقعا فکر نمی‌کردم برندشم. مرسی ازت. بعد اینکه همه قابا رو دادیم رفت، نوبت کاستوم کردن کتونیا و بخش آخر ویدیومونه. I'm not a saint, you mad? Your sugar-coated doll is not so pure, my bad. I don't give a you stepping on me and they call my mama, touch you better than that. When we got sticks for real, we looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like 1,000 tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All I know ball hard. Mama told me, boy, make sure you tie up your legs. Hey, when I was down bad, boy, I got on my knees and I started to pray. Now I'm breaking bread with my young vet. Wiz, he was a part of the gang. No, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right, I push the. بعد از تمام شدن نقاشیمون و کندن چسبای اضافه 2 تا کتونیا و 2 تا قابمون این نتیجه نهاییمونه. بعد از اینکه کارمون تمام شد به کیودی پای پیام دادیم، عکس کارا رو براش فرستادم و ازش هماهنگی خواستم که کارا رو براش ارسال کنم. البته چون الان دیره دیگه وقت خوابه. بچه‌ها شاید باورتون نشه ولی همین الان کیان جوابمون داد. بذارید اینجا فوکوسم بکنم. میخوایم بریم آدرس و اینا رو ازش بگیریم که خود کارو بسته‌بندی کنیم و تو ادامه ویدیو با خود کیان باشیم. The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone. رفقا امیر 2 تا قاب کاستوم کرده واسم فرستاده و یه دونم کفش مخصوص کیولیپا و لایونگنگی. البته خیلی خفن و سم شده. دمش گرم. اولش تو فکر این بودم که اینا رو بپوشم این کفشا رو، ولی حالا که بهش فکر میکنم میبینم باید تو این قفسه ها بذارمش که همیشه چشمم بهش بخوره، چون واقعا این هنره. این یک هنره. آدم چیز هنریه که نمیپوشه با کار دست اینقدر شیک و جذاب. مرسی امیر جون.